امروز میخوایم این ساندویچ تنوری خوشمزه رو درست کنیم. خمیرش خیلی راحته، نیاز به استراحت نداره. نهایت تو 45 دقیقه این ساندویچ لذیذ و خوشمزه‌تون حاضره. حتما امتحانش کنید. مواد داخلیش من ژامبون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، آویشن، فلفل سیاه زدم. برای درست کردن خمیر آب، خمیر مایع، شکر و نمک رو مخلوط کردم. روغن رو اضافه کردم و مخلوط کردم. آرد رو توی 2 مرحله اضافه کردم و مخلوط کردم. 10 دقیقه حسابی خمیر رو ورز بدید تا همچین خمیر نرم و یک دستی به دست بیاد. حالا روش آرد بریزید و با کمک وردن بازش کنید. توی سینی فرتون بذارید کمی بازش کنید. حالا قسمت جذابش، سس گوجه بمالید، پنیر پیتزا، مواد ساندویچی، روشم پنیر پیتزا. خمیر رو مثل فیلم بپیچید. روشم زرده تخم مرغ رو رومال کردم، چند تا شیار ایجاد کردم. کنجد بپاشید، فر 180 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه به همین راحتی و خوشمزگی درست کنید و نوش جونتون.